سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، امروزها مردم مسلمان عالم از جمله ساکنان کشور ما در عرفه ماه شریفی رمضان قرار دارند که همچون ایام رحمت و مغفرت، بخشش گناه‌ها، پاکسازی قلب‌ها و اجرای عمل‌های خیر و ثواب روز 17 می فرا می‌رسد. به این مناسبت کل مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما حاضرین ارجمند را صمیمانه تبریک گفته به هر فردی وطن سلامتی و سعادتمندی، صبر و تحمل و در خاندانشان فضای آرام و آسوده و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. برای مسلمانان وطن ما که پیروان مذهبی معتدل و تحملگرای حنفی می باشند، اسلام نشانه ایمانداری، تحکیم بخشیدن جهان معنوی و تکمیل آداب و اخلاق به حساب می رود. مردم ما در دایره احکام شریعت فریضه و واجبات دینی را آزادانه ادا می کنند، ورزش‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه آن را گرامی می دارند. بخصوص در ماه شریف رمضان که آفریدگار در کلام آسمانی خود آن را ایام اجابت دعا، قبول توبه و عملهای خیر ثواب دانسته است. مردم ما کوشش میکنند که فضیلت‌های پرهیز و نکوکاری را بیشتر رعایت کنند، از اعمال زشت خودداری نمایند، با عیادت پدران و مادران خود و بیماران و رنجوران روند و شخصانی که توان و امکانشان بیشتر است به یتیمان و معیوبان و کمبیزاعتان و درماندگان دست مدد و یارمندی میرسانند. در برابر این ماه شریف رمضان به صفت یکی از رکنهای دین مبین اسلام امتحان نفس و جسم سرکش انسانی بوده، آدمان را به صبر و تحمل، احترام یکدیگر، رحم و شفقت و کمک نمودن به احتیاجمندان و کمبیزاعتان هدایت می سازد. محض با همین سبب این ماه مبارک اساس حکمت معنوی آن را غالبیت عقل بر نفس تشکیل می دهد، ثواب و پاداش بزرگ دارد. باید گفت که همه دین‌های جهانی و فرهنگ و تمدن‌های بشریت هنوز از عهد باستان تا به زمان نو در راه تشکل جهان معنوی افراد جامعه خدمت کردند و هدف اصلی همه آنها تربیت انسان کامل و صالح بوده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که جهانی با سرعت کیهانی تغییر یابنده و مبارزه ابرقدرت‌ها برای تقسیم نعمت‌های مادی و ثروت‌های طبیعی در برابر دستاوردهای بی‌سابقه بسیار آسیب پذیر گردیده، ضرر آن و تشکل دنیای معنوی انسان رو به افزایش می باشد. این حالت وضع زندگی عالی‌ترین جوهر آفرینش یعنی انسان را در گهواره او سیاره زمین روز به روز مشکل گردانیده ایستاده است. وابسته به این میخواهم شما را با بعضی تحلیل و ارزیابی‌های سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی
دایر به تأثیر تغییریابی اقلیم و نیزاهای سالهای آخر به حیات انسانیت شناس نماید. هر سال تنها با سبب نارسایی آب تازه آشامیدنی 1,400,000 کودک اذیت کشیده. هر دقیقه یک کودک نوزاد از بیماری‌های سرایتی وابسته به نارسایی آب تازه و محیط پاک به هلاکت می‌رسد. همه ساله از شماره عمومی اهالی سیاره با سبب نارسایی آب 3,400,000 نفر وفات کرده. 31% مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جهان با آب تازه دسترسی ندارند. غیر از این قریب 800 میلیون نفر اهالی سیاره از نارسایی غذا اذیت کشیده. 1 میلیارد نفر کودکان در شرایط قشاقی زندگی میکنند و با همین علت هر سال 22,000 نفر کودک وفات میکنند. یعنی قریب 1 میلیارد اهالی کره زمین از نرسیدن غذا اذیت میکشند. گرسنگی. تنها در دوره جنگ سوریه 12,000 نفر کودک به هلاکت رسیده. شماره مهاجران داخلی به 7,600,000 نفر رسیده است. یک تاجیکستان. در مجموع در جنگ سوریه تا امروز 460,000 نفر کشته شده است. امروزها در چین نقطه عالم مناقشه‌های مسلحانه ادامه دارند که در آنها تقریباً 30 دولت دنیا به واسطه یا به واسطه شرکت می‌کنند. غیر از این در بیش از 100 دولت دنیا تقریباً 70 میلیون نفر آدمان بنابر ناآرامی وضعیت و عملهای تروریستی منزل زیست و وطن خود را ترک کردند. در برابر این انسانیت به گرداب نفس و منفعت جویی مبتلا گردیده خود را تدریجاً از عالم طبیعت جدا می نماید و با مناسبتی غیر عاقلانه و نادرست به ثروت‌های طبیعی از جمله آب و خاک و عالم نباتات به گهواره هستی خود زمین آنقدر ضرر وارد می نماید که عاقبت‌های آن پیشگویی نشونده و فلاکتبار. انسان در 70-80 سال آخر عالم را به درجه تغییر داده است که طبیعت طی تحول چندین میلیون سالش و تمدن انسانی در ظرف موجودیت بیش از 10,000 سالش چنین دیگرگونی را ندیده است. علاوه بر این بشریت امروز از آفتهای طبیعی وابسته به گرمشوی اقلیم، خشکسالی، کم‌آبی، سیل و آبخیزی‌ها، آفتهای تکنوگینی، پلشوی بیماری‌های سرایتی از جمله ویروس نارسایی مسئولیت آدم اینچنین مواد مخدر ضرر زیاد می‌بیند. مثلا تنها در کشور ما از بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم که 2-3 سال پیش در بین مردممان عموماً وجود نداشت، در 20 سال آخر قریب 2,500 نفر و در 10 سال آخر از بیماری نشامندی زیاده از 500 نفر فوتیده است. اگر در عصر 17 در اروپا در جنگ و نزاع‌های گوناگون تقریبا 3 میلیون نفر کشته شده باشد، در عصر 18 5 میلیون، 100 ساله 19 تقریبا 10 میلیون و در عصر 20 بیش از 100 میلیون نفر آدمان به هلاکت رسیدند. این رقم‌ها به قطعه دخل دارند که در 300 ساله آخر نمونه پیشرفت محسوب می‌یافت. در 13 سال عصر 21 شماره آنهایی که در جنگ و نزاع‌ها قربان شدند میلیون‌ها نفر را تشکیل داده است. ابتدای هزاره سیوم به سر انسانیت ماجراهای وزنین سیاسی، جنگ و خونریزی‌های زیاد مذهبی، انقلاب و مناقشه‌های بیشمار سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی را آورد که خرابی‌های آنها از ضرر دو جنگ جهانی قبلی کمتر نیستند. امروزها کشورهای بزرگ عالم در حالت وزین‌ترین جنگ سرد قرار گرفته علم، اطلاعات، اقتصادیات، تکنیک و تکنولوژی و حتی دین را به وسیله ترغیب و تشویق منفعت‌های سیاسی و گروهی و منطقوی تبدیل دادند. چنین حالت نظام و ترتیبات جهانی را ضعیف، عدل عموم را نااستوار نموده و تحمیل و صادرات اجباری ارزش‌های بیگانه مساعدت می‌کند و وضع حقوق و آزادی‌های انسان را تا رفع مرکب می‌گرداند. امروزها در چندین کشورهای مسلمانشین بر اثر دخالت دایره‌های منفعت‌دار خارجی، منزل‌های زیست اهالی، شهرها و یادگاری‌های چندین هزار ساله سوخته و ولنگار شده، هزاران نفر آدمان بیگناه قربان می‌شوند. یعنی اکثر مطلق قربانیان چنین دخالت و مناقشه ها همان مسلمانان میباشند. اگر در یاد داشته باشه، من دائما تاکید میکنم در همه حالت باید ما حساب ملی داشته باشیم، احترام بر رسم و آیین‌های ملی خود گذاریم. ما هیچگاه ما پیری مذهبی خود را داریم و مذهبی خود را داریم. ما باید ایمانی خود را نفروشیم، خیانت نکنیم. زیاده روی هیچ معنی را ندارد. سوال به میان می آید که مگر انسان در روی زمین برای ایجاد همین مشکلات و خرابکاری ها آفریده شده است؟ البته چنین نیست و چنین نباید باشد، زیرا نه طبیعت که انسان جزء جدا نشونده آن است و نه آفریدگار که برای انسان سبکی، آرامی، سعادت و عدل و انصاف را می‌خواهد جانبدار این حالت نیستند. تحلیل کنید که در یک 10 ساله آخر، 20 ساله آخر در کدام کشورهای عالم ناآرامی است؟ اکثریت در کشورهای اسلامی، مسلمان کشی. پس این همه عملها نتیجه کردار آدمان می باشند. یعنی در سرگه این همه بی‌نظمی ها بی‌سوادی، سطح پست معرفت و حتی جهالت خود انسان قرار دارد. طوری میگویند اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. بنابراین انسانیت باید در سر این مسئله بسیار عمیق اندیشه نماید. جهت پیشگیری کردن این همه خرابکاری ها دست جمعانه چاره‌جویی کند و تلاش قوه‌های سالم را به پس نمودن شدت نزاع‌های سیاسی و اقتصادی روانه سازد. این حقیقت را برای آن باید گفت که ما نباید به این روندها بی‌طرفانه و خونسردانه نظر کنیم. چون که اگر قربانیان جنگ ها و فراریان ناآرامی های چند 10 ساله آخر را از میزان قیاس تاریخی گذرانیم، هیچ وبا و مناقشه خونین تاریخی را طی موجودیت تمدن انسانی پیدا نمی کنیم که چنین شماره بزرگی نسل بشر را طعمه خود کرده باشد. چنین وضعیت نهایت حساس و ناآرام جهان ما و شما را وادار می کند که نسبت به هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم، در غفلت نمانیم، منفعت و ضرر خود را در گفتار و عمل خویش درست درک کنیم. به قدر بزرگترین نعمت و دستاوردهای زندگیمان استقلالیت و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی، صلح و آرامی و وحدت ملی رسید. زیرا محض استقلالیت دولتی به ما و شما امکان زندگی آزاد، آرام و آسوده را در این عالم ناآرام داده است. هر یک شهروند کشور باید یک مسئله نهایت مهم را
عمیق درد نماید. وضع امروزه جهان تنها به خلق و ملت‌های امکان وجود داشتن و رشد کردن را می‌دهد که آنها در برابر دانشمند از نظر تکنولوژی پیشرفته و سازنده و ایجادکار بودنشان اینچنین باید سرجم و متحد باشند. هدفهای استراتژی دولت هستی ملت خود را در همه حالت حفظ کرده توانند و بازیچه دستی دایره های غرضناک سیاسی نشوند مثل سالهای 90. یعنی مردم باید هویت ملی و حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشند. با صبر و تحمل و اتفاق و سرجمی با راهی تاریخی در کنستیتوسیا انتخاب کرده خود استوارانه پیش روند. باید گفت که تشکل یابی ملتی از نظر هویت بر کمال و خودشناس و خودآگاه و صاحب معرفت کار سهل و آسان نیست، بلکه روندی بردوام و طولانی پیشبرد کارهای تربیوی در عائله، باغچه کودکان، مکتب و دانشگاه ها، وظیفه دائمی خدمتچیان دولتی، ضیایان و عالمان، حزب‌های سیاسی، حرکت‌های جمعیتی، نویسندگان و شاعران و خادمان دین می باشد که از آرمان‌های هزار ساله خلق آزادی‌خواه ما نیت نیک مردمی وطن دوستمان و خزینه بزرگ معنوی نیاگان نیکناممان سرچشمه می‌گیرد. بار دیگر تاکید می‌سازم در شرایطی که ارزشات تحت تاثیر روندهای جهانی شوی با صورت تغییر یافته، مبارزه قدرت‌های جهانی برای از نو تقسیم کردن دنیا و نعمت‌های مادی طرف شدت گرفته ایستاده است، توسط کارهای تربیوی و معرفتی حفظ و ترغیب نمودن ارزش‌های محوری که تفکر و عملی نسل امروز و فردای ملت را تشکل و رشد می‌دهند ناگزیر و حتمی میباشد. زیرا طوری که تاریخ بشریت نشان می‌دهد تنها دولت خلق‌های عمر نسبتاً درازتر دیدند که آنها از امکانیت‌های در اختیار داشته‌شان پوره و درست و عاقلانه استفاده کرده نسل‌های نوی دانشمند و ایجادکار، خودشناس و خودآگاه و شرایط نوی تاریخی تا باور و صادق به آرمان و هدف‌های دولت صاحب استقلال را تربیت کردند. انا چنین نسل‌ها را ما شما باید تربیت نماییم. قابل ذکر است که تا امروز در این سمت کارهای زیادی سیاسی و حقوقی و معنوی و تربیوی به انجام رسانیده شدند، ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در سمت خودشناسی ملی و دینی مردم ما مشکلات و کمبودی‌ها هنوز خیلی زیادند. این نارسایی‌ها نه با سخنان خشک و خالی، ترغیبات موسمی و حتی افتخارات ظاهری، بلکه تنها توسط تربیت منظمی معنوی و حقوقی هر فرد جامعه از عائله تا کارگاه برطرف کرده میشود. تنها اتحاد سرجمی خلق تاجیکستان و نسل‌های امروز آینده آن در اطراف ارزش‌های بنیادی دولتداری ملی و غایه‌های سازنده دولت نه تنها خلق ما را از تأثیر منفی آفت و علت‌های معنوی و سیاسی زمانه برای 100 ساله حفظ می‌نماید، بلکه اینچنین تاجیکان را به جهانیان همچون ملت واقعاً باستانی و صاحب معرفت و تمدن‌ساز معرفی می‌کند. محض با همین مقصد در عرفه ماه شریف رمضان خواستم با شما نمایندگان طبقه‌های گوناگون جامعه ملاقات دایر کرده جهت اصلاح بعض مشکلات و کمبودی‌هایی که در کشورمان تا هنوز وجود دارند اظهار نظر نمایم.
تأکید میکنم که هدف اساسی راهبریت دولت و حکومت مملکت باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردممان، رشد استوار میانبرده دولتداری ملیمان، تأمین نمودن سعادت هر خاندان تاجیکستان و تحکیم نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی می باشد. خاطر نشان باید کرد که اصلاح وضع معنوی و اجتماعی که با صبر و تحمل، خیر و سخاوت، احترام و قدرشناسی یکدیگر و سعادت و آرامی روح وابستگی بواسطه دارد، تنها در یک ماه رمضان محدود نشده در حیات ما باید همیشه وجود داشته باشد. زیرا کرم و رحمت خداوند بی‌حد و همه‌روز است و مؤمن باید از آن پیوسته غذا گیرد. یعنی زندگی تنها با ماه رمضان به آخر نمی رسد. شخصی ثوابجوی می تواند عملهای خیر را در وقتهای دیگر و عموما تمام عمر انجام دهد، وقتی که در قید حیات است، وقتی که امکانیت دارد. مناسبتی درست با ارزش‌های معنوی و اعتقادی در پهنای منفعت‌های عمومی دولتی، گروی تحکیم وحدت ملی و ثبات و آرامی جامعه میباشد. زیرا یکی از واسطه‌های مهمترین حفظ استقلالیت دولتی، رشد معنوی و آزادی‌های اعتقادی خلق است که از ریشه‌های تاریخی، افکار انسان دوستانه نیاگان و جهانبینی پیشرفته بشری غذا گرفته استقلالیت فکری و اعتقادی را تأمین می‌نماید. ما باید خوب در خاطر داشته باشیم که گذشتگان ما با دستاوردهای ارزشمند علمی و اخلاقی خود در طول 100 سالها بر رشد معنوی بشریت سهمی بی‌نظیر گذاشتند. در این سمت آموزش تعلیمات اساسگذار مذهب حنفی ابو حنیفه نعمان ابن ثابت یعنی امام اعظم و دیگر فرزانه خلق تاجیک محمد البخاری، ابو حفص کبیر بخارایی، ابو نصر فارابی، ابو علی ابن سینا، ناصر خسرو قبادیانی، محمد خوجندی، ابو حکیم سمرقندی، شیخ سعدی شیرازی، مولانا جلال الدین بلخی، بهاءالدین نقشبند، عبدالرحمن جامی، ماتوریدی سمرقندی و دیگران که در رشد علم و عرفان و دانش و فلسفه بشری حصه ارزشمند و بی‌بحث گذاشتند، بسیار مهم میباشد. مخصوصا تعلیمات پیر مذهب ما امام اعظم و شاگردان او که نمونه عالی ترغیب اسلامی معتدل به حساب می رود، برای مردم مسلمان ما بسا ضرور می باشد. وابسته به ماه شریف رمضان در تعلیمات پیشوای مذهب حنفیه امام اعظم تاکیدهای زیاد جای داشته، از جمله او خودداری نمودن از سخنهای ناشایسته و رفتار ناپسندیده، یعنی نگاه داشتن پاکی زبان و عملهای شایسته را امری حتمی دانسته، آداب بلند معاشرت و با محبت و صمیمیت معامله کردن به نزدیکان و اطرافیان را شرط مهمی تقواداری می‌دانست و رعایت آن را از طرف پیروانش واجب می‌شمارید. پاک نگاه داشتن زبان و رعایت مدنیت معاشرت بهترین نشانه ملت صاحب تمدن میباشد. بسیار مهم است. امام ابو حنیفه صفای قلب و آداب نیک و حمیده را حسن باطن و زینت ظاهری مسلمانان دانسته تأکید کرده است که اگر شخص برای رضای خدا در ماه رمضان یک عمل خیر را انجام دهد، با شخص برابر است که 70 عمل فرضی را در غیر ماه رمضان انجام می‌دهد. دور بزرگان ما می‌فرمایند حکمت این فرموده ها نه تنها در شماره رحمت بلکه در عادت کردن و عملهای خیر است که
انسان در طول عمر خود آنها را انجام می‌دهد. با قناعتمندی ذکر می‌نمایم که خصوصا سالهای آخر در کشورمان دست کمک دراز کردن به یتیمان و معیوبان و نیازمندان و کم‌بضاعتان از جانب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه به همت بلند طرف به عنعنه نیک تبدیل یافته ایستاده است. چنین رفتار سخاوتمندانه بی‌شبهه اهمیت بزرگی معنوی و اخلاقی و تربیوی داشته در عین زمان با گسترش رحم و شفقت در بین اعضای جامعه، تحکیم مناسبت‌های نیک میان آدمان و تا اندازه به حل مشکلات اجتماعی مساعدت می‌کند. در برابر این با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که در این ماه مبارک خدمتچیان دولتی، صاحبکاران و تاجران، خادمان دین و عموماً همه شخصانی که امکان مساعدت مادی یا به گفته خلقمان دست خیر دارند در انجام دادن عملهای نیک، از جمله به یگان محل اهالینشین آب آوردن، مکتب، مرکز سلامتی یا بنگاه طبی را بنیاد یا تعمیر کردن، پل ساختن یا قطعه راهی را آباد نمودن نیز کوشش بیشتر کرده صاحب ثواب جاریه میشوند و با این عملهای نیکشان در آبادی وطن محبوبمان سهم ارزشمندی خود را میگذارند. سلام علیکم. در زمانهای گذشته در بین مردم ما علاخصوص شخصان دارا تعامل ثوابی بود که در بیابان و راههای کاروانگذر چاه آب میکندند، کاروانسرای‌ها میساختند و با چنین عمل خود مشکل راهگذر مسافران را آسان میکردند. اگر به یادتان باشد، از همه حاضر چندین برآمدهای خود گفتم، تکرارش هم باز میگویم، از همه کار ثواب آب دادن است. یک کاسه آب نوشابه به یک مسافری راهگذر دادن است. وقتی آب طلب میکند محتاج به آب است. در جلسه حکومت مملکت روز 27 اپریل سال جاری برابران همه وزارت و اداره ها، ساختار و مقامات دولتی، رئیسان ولایت ها، شهرنمایان، شهرک و دهات و تشکیلات و مؤسسات صرف نظر از شکل مالکیت آنها سپارش قطعی دادم که با افتخار 30 سالگی استقلالیت کشورمان، یعنی تا 9 سپتامبر سال 2021 و در سطح بلندی آمادگی پیش از گرفتن این جشن بزرگ ملی، کارهای سازندگی و بنیادکاری و آبادانی را در تمام قلمرو کشور همه جانبه گسترش بخشند. در دوام 3 سال در پیش ساده ضرور است که در هر یک محل اهالینشین، شهرک و دهات و دهه‌های کلان بنیاد و تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های تا مکتبی، مکتب‌های تحصیلات عمومی، مرکزهای سلامتی با تولدخانه‌ها برای نه کمتر از 10-15 کت و حجره‌های مخصوص برای انجام دادن ختنه، بنگاه‌های طبی و دایچه‌های ورزشی وسعت داده شد. اینچنین بنیاد کتابخانه و حمام‌ها با سرتراشخانه و کاشانه حسن، باغ و گلگشت‌ها و جایهای سیر و استراحت عاموی، کارخانه‌های استحصالی از جمله کارگاه‌های دوزندگی، استحصال مصنوعات هنرهای مردمی با آب با صفت آشامیدنی، تامین نمودن اهالی ده‌ها، تعمیر راه بین ده‌ها و عموماً همه محل‌های اهالینشین، شناندن نیال‌ها و بنیاد باغ‌های نو از جمله کارهای آبادانی میباشند که به استقبال این جشن بزرگ ملی انجام داده می شود. دوستان عزیز، من نامبر کردم بعضا مشکلات‌هایی که در اوضاع جامعه و در عموما 80% اهالی ما که در دهات زندگی میکنند، این پرابلم‌های اجتماعی جدی هست که مردم ما را میتواند اگر
در یک دو سه سال برطرف کنیم خیلی مشکلشان سبک گرداند. یک مثال میارم. من در ناحیه بلجوان بودم، در جماعت سر خاصار که بی نهایت قریب که راه ندارد و همون درای سیلابه سنگاب میروند، ده ها اهالینشین مکتب ها در هر یک دیه های خورد. شخصی صاحب کاره پدر و مادرشان بابایشان از همون مرکز سری خاصار بگیم دیه شیدان بودن، در آنجا رفته چیکار کردن؟ یک مرکز سلامتی خورد ساختن و 15 کت برای تولد کردن مادران، تولد خانه با تمام شرایطش. بینید چقدر کاری ثواب. اگر خدای ناخواسته مادر برای تولد کردن از جماعت خودی سری خاصار از دیه شیدان تا مرکز ناحیه بلجوان مرکز آوردن، به درون اون سنگا زده آوردن، در نیمی راه یا وفات میکنند، یا حادثه دیگر میشوند، یا که در راه در درون داخل ماشین تولد میکنند. چقدر کاری ثواب. یک سال نه این کاری ثواب خیر. خب با اوراق گذشتگان پدر و مادر و خودش بعدی سرش نیز دعای نیک میکنند و کاری ثواب یک عمر است، جاودانی است. نه اونقدر مبلغ زیاد میرود، نه اونقدر مبلغ زیاد میرود. یا بنگاه طبی در یک دیه، ما فرزنددار هستیم، اولای و حساب میماند در یک عائله 7 فرزند است. خب هر واقعه شدنش ممکن، شب، نیمی شب، روز. چیکار میکنیم؟ و پیش کی میرویم؟ یا اینکه در مرکزهای سلامتی در همین دیه‌های اهالینشین کلان چنین کار کردن، نه در نزد اون یک اتاق برای خدمت کردن که طبیب روز معین ساعتی معین در آنجا می شود. پدر و مادران آنهایی که میخواهند خدمت کنند فرزندان خود را بردن در خود همانجا در دیه خدمت میکنند. صحت سلامتی آنها تامین می شود، سرسان و سرگردان نمی شوند، خراجات زیادی نمی کنند. یا سرتراش خانه در یک دیهه کلان 3، 4، 5 هزار، در بعضا جماعت های ما تا 25 هزار اهالی زندگی میکند. چرا در آنجا سرتراش خانه نباشد؟ خانه کاشانه حسن میگوییم. برای چی میگویم؟ من 3 فرزند هستیم، 500 عائله در دیهه باشد، 500 عروس، یک نفری از هر عائله 500 عروس. عروس ها همیشه امروز میروند. کاشانه حسن در کار است. این چیزی طلبات زمان است. ما این چیز را حتما به این آباد گرفتن آماده کن. این هم جای کاری، هم سطح بلند خدمت رسانی به اهالی همون دیه ها. این هم مدنیت است، این هم زیبایی پرستی است. یا اینکه حمام، هر یک عائله دارد در خانه حمام. نه، وقتی که انسانی که میخواهد بگیم اینم از لحاظ شریعتی تا یک جزء اطاعت و عبادت هم چی است؟ این پاکیزگی است، پاکیزگی جسم. طهارت کردن چی معنا دارد؟ همینطور نیست؟ وقتی آدمان 30 سال کلان سال یا میانه سال در دیهات اکثریت که میخانیزاتور دیخان دیگر هستند با کسالهای شمالکشی دیگر، وقتی در یک هفته یک مراتبه میروند یا بیگرم یا آببوغ میگیرند، رگهای خورگرد وسیع میشود، دردی بدنشان 2-3 روز کم میشود، پس میگردد، جانشان راحت میکند و ثواب چقدر دعای نیک میکنند. کردن اینم نه اونقدر خراجات زیاد را طلب میکند، فقط ذوق داشتن مانده کن. یا اینکه یک کارخانه خودی 10، 15، 20 نفر در یک دیهات دوزندگی کردن برای مکتب بچه ها، سر لباس مکتبی مکتب های همون جماعت دوزاندن. یا اینکه همه دوزنده نمی شود. دامله های محترم ما میرن، جلک ها مانا، جامعه ها مانا میدوزن میتین. دیگر کارهایی که میرسد و میکنیم سری وقت. فرزندان مانده از آن جمله با 10 ها 100 های
ҷавон духтарони дигар соҳиби касб, соҳиби ҳунар мешаванд. инро ҳатман дар зарфи 3 сол дар ҳар як деҳаи аҳолинишин сарфи назар аз шумораи аҳолӣ ҳатман бунёд мекунем, месозем ва ба хизмати халқ метем дар якҷоягӣ. саломат бошед. дар ин раванди ба ояндаи неки ватанамон ва зиндагии боз ҳам беҳтари сокинони мамлакатамон нигаронида шуда, бояд ҳама аз аъзои ҳукумат ва хизматчони давлатӣ сар карда то аз соҳибкорону тоҷирон, ходимони дин ва ҳар як шаҳрванди кишвар саҳми ватандӯстонаи худро гузоранд. дар хотир бояд дошт ки тибқи таълимоти ислом барои ободии ватан анҷом додани чунин амалҳои хайр низ ибодат буда, аҷру савоби онҳо барои шахсоне ки ба корҳои неку савоб иқдом мекунанд бардамом ва ҷория аст. роҳи кӯча ҳамун хиёбон ки лой аст деҳа, агар соҳибкоре ё тоҷире ё ходими дине хоб мулои ҳамун деҳа дорад даромад, мо медонем чӣ қадар кисара қайчи маҳкам накунем мебиёд. аз ҳисоби ҳамон даромадҳо 100 метр роҳ 200 метр роҳро ба қадри имкон ба қадри агар сангфарш карда асфалт кунад, пои мардум лой нашавад, чӣ қадар кори савоб аст ва медонанд кӣ кардааст. дуо мекунанд, дуои хайр мекунанд. то вақте ки мардум ҳаст дуои нек мекунанд, дуои хайр мекунанд. чӣ қадар савоб, савоби як вақта не, як рӯза не. ина шумо хубтар медонед. ду тоифа мардум метавонанд на ҳаҷ кунанд, на тоати ибодат. ҳаҷи онҳо қабул аст. ҳама аввалан онҳое ки падару модари худро меҳрубонӣ мекунанд, хизмат мекунанд, махсусан дар зарфи соли калонсолӣ хизмат мекунанд, нигоҳубинашон мекунанд ва дуои неки онҳоро мегиранд, метавонанд ҳаҷ нараванд. метавонанд ҳаҷ нараванд. он аз шахсе ва ён ашхосе ки донишманде ки аз эҷодиёти он гӯем ки асаре офаридааст. донишманд ба дараҷае ҳаст ки аз таълимоти он дигар фардон таълимот мегиранд, роҳи дурусти ҳаёт зиндагии худро муайян месозанд, яъне баҳра мебаранд. мо чунин донишмандон кам дорем. чӣ аст дар ин ҷо? ана ҳамун бунёд кардани мактабҳо дар он ҷое ки фарзандони моҳи шумо, насли навраз, набираҳои моҳи шумо вақте дар назди таълимгоҳ меравад, аз омӯзгор таълим мегирад, хондану навиштанро ёд мегирад ва дониш меомӯзад, оянда калонсол мешавад, ба ҳаёти мустақилона меравад. ана ин кори савоб аст ки 100 солаҳо дар ҳаққи он шахсоне ки ин кори хайрро анҷом доданд, кори савобу бениҳоят дароз муддат аст. бинед дар як мактаб ҳазорҳо нафар таълим мегиранд, ҳоло ки хонда навишта наметавонанд. ҳатто домлаҳои мо ҳам, донишмандони мо ҳам, аҳли уламо ҳам. хоб ҳамаи мои шумо аз куҷо гузаштем? аз курсии мактаб, аз саҳнаи мактаб, таълимгоҳ, тарбияткунанда ҷо. мо бояд ба назари нек ғами наслҳои ояндаи миллатро хӯрем. ғами саршумори чорва зиёд шуданро не, ки миллати мо босавод бошад, фарзандони мо босавод бошанд, шароити хуби зиндагӣ дошта бошанд, ки илм омӯзанд, дониш омӯзанд, касб омӯзанд, ҳунар омӯзанд, ки оянда зиндагии худашонро пеш баранд, муҳтоҷ ба касе нашаванд.
میخواهم تاکید نمایم که انجام دادن کارهای ذکر شده از یک طرف بر رفع بسیار مشکلات اجتماعی، باز هم آباد و زیبا گردیدن همه گوشه های وطن عزیزمان مساعدت میکند و از سوی دیگر با همین راه برای نورسان و جوانان یعنی نسل‌های آینده ساز خلق تاجیک شرایط بهترینی تعلیم و تربیه و به مردم کشور امکانیت‌های زمانوی خدمت رسانی طبی و اجتماعی مهیا کرده میشه. طوری میبینید برای انسانی که حس بلند ملی و وطن دوستی دارد و ثوابجوی میباشد، امکانیت برای انجام دادن کارهای خیر و صاحبی ثواب شدن خیلی زیاد است. وابسته به این خاطر نشان میسازم که هر فرد مؤمن و مسلمان و با ایمان عمل خیر و ثواب را باید با دست خود و هنگام زنده و در قید حیات بودنش انجام دهد. چندی بار تاکید کردم در وقت قبول قانونم که هر یک انسان این رکنهای شریعت دین مبین اسلام است. در قید حیات بودن، در وقت در زندگیش با دست خودش کارهای عمل ثواب و خیر را انجام دهد که در آنه که میگوین در آن دنیا در وقتی کاسه اعمال را برکشیدن در ترازو برمیکشند، بعدی مردن چی کار میکنیم؟ گاو میکشیم، اسب میکشیم، شتر میکشیم، هیچی معنی نداره. یا نادرست میگویم؟ انا همین چیز را با مردم ما درست فهمانیم. اهل خادمان دین در وقتی موعظه ها در مسجد با مردم فهمانید. تکرار شود هم باز میگویم که ما باید در زندگی به قدر پدر و مادر، برادر و خواهر، کلانسالان و به قدر یکدیگر رسیم و برای آنهایی که مسئولیت نگاهبینشان را به دوش داریم شرایط ضروری زندگی را مهیا سازیم. بعد وفات دوادم میکنیم این شب بیار، اون شب بیار، اون شب بیار. چرا در زندگی نمیکنیم؟ برای چی؟ حتی برادر خواهر خودمان قطعی در سر یک دسترخوان شیشته نان نمیخوریم، با چشم حسد نگاه میکنیم که مبادا یگان چیز چاره خانه من نگاه کرده باز نطلبد نبرد. یا برای چی این برادرم دارد و من ندارم؟ فرزندی پدری این بسیار نعمتی بی‌بها است، بسیار نعمتی بی‌بها است. شکرانه یک لحظه زندگی کنیم. شکرانه یک لحظه زندگی کنیم. شکرانه کنیم که در این دنیای هستی خدای تعالی ما شما را هست کرده است. هستیم. با یکدیگر سلام علیک میکنیم. دعا و فاتحه میکنیم. خب طاعت عبادت میکنیم. اگر نباشیم چی؟ هیچگاه مهر و محبتی عزت و احترام انسانی را فراموش کردن در کار نیست. در کدام منصب، در کدام شرایط، یا دارا یا شاه یا گدا، این چی فضیلت را باید هیچگاه از یاد فراموش ساختن در کار نیست. محض همین عملهای ما در قطار دعا و فاتحه باعث شاد شدن ارواح گذشتگانمان میگردد. آرزوی پدر و مادرم تربیت کردن چی است؟ همه گپا. یعنی وقتی که هر یک پدر و مادر دائم دعا میکند پروردگار 18,000 عالم من را در پیش پای خاک فرزندان و اصلا گرفتار داغ فرزند نکند. هر پدر و مادر
فرزند را تربیت میکند که آینده بعدی سرش اون نامبردار اولاد، پدر، مادر خود میشود. روی اونم هر کاری خیر ثوابی که میکند فرزندش، روی آنم شاد میشود، چون که تربیت را پدر و مادر کرده است. همچنین در خاطر باید داشت که رمضان فقط معنی روزه گرفتن و از کار و فعالیت دست کشیده در کنج خانه نشستن را ندارد. معنی و اصل حکمت رمضان به قدر نعمت رسیدن، احترام یکدیگر را به جا آوردن می باشد و طوری که پایه‌گذار سلسله نقشبندیه خواجه بهاءالدین نقشبند شعار زندگیش را دست به کار و دل به یار، یعنی به خدا، اعلان نموده بود، ما نیز در آفریدن نعمت‌های مادی باید زحمت کشیم و از سختی‌ها نهراسیم. یعنی با گرفتن روزه قانع شده فردا را اندیشه نکردن صفت مؤمن کامل نیست. مؤمن کامل دوربین و فرق کننده نیک و بد بوده. طبق فرموده های دین مبین اسلام سعادت زندگی این دنیا و آخرت را طلب می نماید. اگر ما در این ماه که به موسم کشتکار و جمع‌آوری محصولات کشاورزی یعنی مواد غذایی راست می آید، زحمت نکشیم، فرصت از دست می رود، حاصل تلف می شود و طبیعی است که در زمستان اهل خاندان ما به سختی و مشکلات دچار می شود. خداوند می گوید که من بنده را حذف کردم نه برای روزی سخت. همینطوره؟ خب همین با همین است. نرویم کشت نکنیم، درو نکنیم، در زمستان فرزندان آن گرسنه میماند، بینان میماند. با عائله، اهل عائله سختی میآورد و این وقت را برگردانده نمی شود. علاوه بر این خاطرشان می نمایم که سعی و کوشش برای رزق روزی نسبت به دیانت و تقواداری برتریت دارد، زیرا کاهش یافتن رزق پیش از همه باور و اعتقاد را ضعیف می‌گرداند. از این را در ماه شریف رمضان تلاش بیشتر کردن برای زندگی بهتر نیز عبادت است. طبق معلومات سرچشمه‌های معتبر اسلامی، پیغمبر خدا در ماه رمضان جهد خود را دوچند و مهربانی را به اطرافیان زیادتر می‌کردند. صدقه فطر که یکی از رکنهای مهم ماه شریف رمضان است، طبق منبع‌های معتبر اسلامی از وسیله‌های مهم دستگیری شخصان نیازمند می باشد و آن نباید به شخصان توانمند و دارا، علما و خادم دین، بلکه به خویش و تبار نزدیک احتیاجمند، یتیمان و معیوان و مسافران و کمبیزات‌ها داده شد. زیرا طبق آیت 60 سوره توبه قرآن مجید تنها چنین آدمان به قبول هر گونه خیرات از جمله صدقه فطر حق دارند. وابسته به این ضرور است که صدقه فطر و هر گونه خیرات را جمع کرده برای کمک مادی به نیازمندان، تعمیر خانه شخصان کمبیزات و بی‌سرابان یا خریداری اسباب و اشیای خانه برای آنها روانه کرده شود. میتونیم در دیه ها، من رهبران ولایت شهر نویا ما سپارش دادیم، در هر یک دیه، در هر یک محل اهالی نشین، شهرک، شهر، عائله‌های کمبیزات هستند، عائله‌های بی‌سرابان هستند، عائله‌ای هستند که سرابان ندارند و فرزنددار هستند. ما می توانیم در یک جایی در همون محل همین فطر روزه را جمع کرده با هم، نه اینکه برای یک مواد غذایی یک روزه، خانه و در آنها را، دیوار آنها را، اسباب و انجام روزگار آنها را خریداری کنیم یا تعمیر کنیم، شرایطشان را خوب کنیم. دوستان عزیز، من یاد می‌آورم سالهای خردیم ما همسایه داشتیم.
داملا بودند صوفی نجبیدین کار میکردند تا 70 سالگی کار میکردند گندم باد میکردند در خیرمن همه حرمت میکردند لیکن وقتی فیتری روزه یک کمپیرک بسیار تنها یکه تنها دو قد شدگی در یک کلبه ماست مای دهکی باید دو خانه چه داشت یک کمتر زمین مامای سولت میگفتند هیچ کس نداشت مادر من توقتی آرد میگرفتند در یک خلطه میانداختند بعضا چیزهای دیگر میگفتند که برده مامای سولت داده این فطر روزه ما خانه صوفی نجبیدی نی مولا نی خانه مامای سولت برده ما را در فصل تابستان مجبور میکردن که خانه را رفته انداوه کنیم لای کنیم بالای بامش انداوه کنیم پدرم برادرم ای میکردن خودشان بسیار یک تنهایی وای بودن یعنی از همان زمان ها میدونم حتی بودن در دیه دیگر نفران بودن آدم ها به همین شخصان کمک میکردن حالا هم همین چنین ایال چنین اشخاص در ما کم نیستند ما همین کار خیر را این مبلغی که در میخواست این مملکت خیلی کلان میشود یک چند سال است اینا یک جای ما را فشار آوری نمی کنیم هر یک محل هر یک اهالی نشین رئیس های ولایت نایه جماعت ها دیگر رئیس های محله اهل علما خادمان دین کمیته دین میتوانه این را راه اندازی کنید گوش کنید آن بعد 4-5 سالی که کمک میکنیم خانه و در آنها را تعمیر میکنیم اسباب انجام روزگارداری بعد 4-5 سال اونا با عائله های وای قطار همراه میشوند محتاج به کمک خیرات نمیشوند چقدر خرسند میشوند اگر هر یک فرد ما شما دست همین خیلی عائله ها در خودتان کنید با واسطه شفیارتان راهی نکنید با واسطه یک میانه رو روان نکنید خودتان با دستت کنید چقدر روحتان بالیده بشود چقدر خودتان سبک حس میکنید اگر شما بینید با دستتان همین خودی انا همین شاهدی همین چی شوید که آن صدقه گیرنده و آن عائله کمبیزاعت آن یتیم و معیوبی که شما کمک میرسانید اول بینید که آنها چقدر دشت میکشند چقدر شرم میکنند و اشک میریزانند هم از خصوص خرسندی هم از لحاظ آن که خداوند آن تقدیر و نصیبشان همین طور بوده است که محتاج به صدقه و خیرات است از لحاظ خرسندی هم است همچنین خاطر رسان میکنم که شخصان سیرفرزند و کمبیزاعت یتیمان و معیوبان و آنهایی که نگاه بین و پرستاری چندین نفری غیر قابل مهنت را به ذمه دارند نباید صدقه و خیرات دهند من بعضا شهرها را میدانم شهر خاروق در یک عائله تا 3 تا 4 فرزندی معیوب است در یک عائله تا 1-2 معیوب است و آنها ننگ میدانند که آنها را به مؤسسه‌های نگاهبین و پرستاری که در دولت است اونجا سپارند خودشان نگاهبین میکنند یا که عائله‌های سیرفرزندی هستند که آنها که مواد غذایی قطعی پورا تامین کردن نمیتوانند سر لباسی درست ندارند خب اسباب انجام که زندگی روزگارداریشان کاسته است اونها را مجبور ساختنمان در کار نیست برعکس در رابطه با ماه شریف رمضان یک مسئله دیگر را ذکر می نمایم که بعد از آن آمادگی به مراسم حج آغاز می گردد به نظر چنین می رسد که ایده از مردم مسلمانان ما تا هنوز به حکمت‌های اصلی اسلام و رکن‌های آن درست سرفهم نرفتند چنانکه بارها گفتم بعضی هموطنان ما زیارت را به تجارت تبدیل داده چندین بار به حج می روند در حالی که می توانند مبلغ حجی تکراری را برای کمک به خویش و تبار محتاجشان
تعمیر راهی دهه‌ای خود یا بنیاد مکتبی که فرزندان و نبیره‌هایشان در آن با شرایط بهتر تحصیل خواهند کرد صرف کنند. اینش هم یک طرف خانه و در خود را، کاشانه خود را تعمیر و ترمیم کنند. در نایه فرخار نشان دادن یک نوار را ممکن شما هم دیده باشید. زن و شوهری که نه آنقدر خانه‌های کلبه‌های وی دارند به حج رفتند. 200 متر از دروازه بیرون پاهنداز پرتافتند. آیا این گفته‌های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ خانه و در احوال هم می‌بینید. این چی است؟ هر فردی که حج خانه خدا زیارت کرد آن برای خودش میکند. توبه و ندامت را برای خودش میکند. طلب هم برای خودش میکند. علی فرزندش چی میشود؟ چی تغییر مییابد؟ یا که از دیگر طبقه اهالی اون دهه خود را بالا میداند. در دنیا 1.5 میلیارد مسلمان است. به نزدیکی من اشاره کردم. 1.5 میلیارد. 1.5 میلیارد مسلمان. پدر باباهای ما حج نرفتند، گذشتند. چی؟ آنها مسلمان نبودند. این همه حج زیارت کردن، میدونید در اونجا چنین شرایط نیست. چی آنها مسلمان نیستند؟ بعضی شخصان عالی همت و دوراندیش تا امروز علاقه چنین کردند. مکتب‌ها ساختند، راه دیه‌شان را تعمیر کردند، مرکزی سلامتی و بنگاه‌های طبی بنیاد نمودند و تصور کنید که چقدر ثوابی بزرگ گرفتند. دعای خیر این عملشان 100 سالها به خودشان هم در زندگی و هم بعدی سرشان این چنین به ارواح پدر و مادرشان میرسد. خداوند در آیت 25 سوره حدید میفرماید به درستی که ما پیغمبران خود را با نشانه‌های روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف عمل کند. با انصاف عمل کردن، عدل را رعایت نمودن و به هر گونه کار و عمل از روی وجدان نه با تقلید کورکورانه مناسبت کردن در عین زمان مناسبت عاقلانه با رکنهای اسلام است. بعضی شهروندان ما روزه را نشانه اصلی ایمان دانسته شخصان بیمار و دیگر آدمانی را که امکان ندارند به روزه گرفتن مجبور میکنند. این گناه عظیم هم بر تن خود و هم بر جان دیگران است. مؤمن نباید خود را برای روزه به هلاکت رساند. زیرا خداوند در آیت 286 سوره بقره میزان عدل را چنین مقرر کرده است. خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. یعنی به بیمار و بیمدار و ناتوان، زن حامله یا طفل شیرخواره داشته و شخصانی که شرایط ندارند یا با کار وزنی جسمانی مشغولند گرفتن روزه را حتمی کردن، با آنها طعنه زدن یا آنها را نامسلمان گفتن هرگز نشانه عقل و عدل نیست. دوستان عزیز، امروزان اونایی که بیمار و بیمدار و چقدر شخصانی که با کسلی بیماری قند گرفتار هستند، اگر در یک روز هیچ نباشد 10-20 مراتب آب ننوشد، چی بگیم؟ بین یک 3-4 روز از دنیا پدرود می شود، برود. یا ای که آنهای کسلی قلب دارند، اگر در یک روز 10-15 مراتب آب ننوشند، خون آنها قبض می شود. اینم به حیات انسان به سکته دل و دیگر آورده می رسد. یا اینکه پیرانی که در 80-90 هستند، از 90 بالا یا 75-76، یک مدارا ندارند، کجا قوتی وای ندارند.
گرفتن روزه بعضا هست که نه بچم بگذار من میمورم و میگیرم. خب خداوند این خیلی نفرموده است. وقتی هر فردی مسلمان که از دنیا می رود یک نفر شخصی خداجو خداترس و نفری که دعا و فاتحه میفرستد به خدای تعالی به پیغمبری رسول کم می شود، کم می گردد. از همه کاری بسیار ویست در ما طعنه کردن. این طعنه و ملامت این نشانه انسان کامل نیست. هیچگاه این کار را کردن در کار نیست. خب آدمی که زورش آمده است به زندگی کار میکند، زحمت میکشد، ریسک روزی فرزنداش وقتی حاضر نمیتواند در فصل برای خودش قلی در تیرما در زمستان دیگر این قرض را اجرا میکند. و یا برای ادای حج رفتن کسی که امکان مالی و شرایط درستی زندگی ندارد از حکمت ادای مناسک حج بیرون است. این عملها نیز جبر بر جان و ایمان مردم مسلمانند. برای همین ما قرار قبول کردیم جای وای نیست که هر یک فردی که حج می رود اول باید یکان مشکلی نداشته باشد در عائله و زندگی، حتی در همسایه یا خیشتبار نزدیک. فرزندانش پای افضال ندارد، سر و لباسی پوشیدن ندارد، خانه و در درست ندارد، جای خوابی وی ندارد، نگاه میکنیم که قرض قواله و دیگر کرده من حج رفتم. در تذکیره ها روایت شده است و مولانای بلخی نیز در مثنوی معنوی آورده است که چون سلطان عارفان عالم بایزید بسطامی عازم خانه خدا شد پس از فرصت از راه برگشت. دوستان پرسیدند که هیچ از راه نمی گشتی، چی پیش آمد؟ گفت مرد در راه دیدم که پرسید کجا می روی؟ گفتم به حج. گفت چی داری؟ گفتم 200 درهم. گفت بیا به من ده که صاحب عیالم، یعنی سرفرزند و احتیاجمند، و 7 مراتبه گرد من درگرد که حج تو این است. گفت چنان کردم. مرد گفت ای سلطان عارفان، هیچ دانی که پروردگار عالم را 2 خانه است؟ گفتم نه. گفت بدان که یک خانه گیلین است، اشاره به حرم در مکه که از لحظه بنیادش تا هنوز وارد آن نشده، و دیگر خانه دل که از لحظه آفریدنش تا به امروز از اون بیرون نشده. و هم بدان که خداوند در کتابش یک بار خانه من و 70 مراتبه یا مرتبه بنده من گفته است. این شنیدم و از راه برگشت. به این معنی خواجه عبدالله انصاری نیز می‌فرماید در راه خدا 2 کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن که افزون ز 1000 کعبه آمد یک دل. اصل و حکمت اسلام از اجرای این رکنها قبل از همه تشکل انسان صالح و خردمند است که به قدر نعمتها رسیده دست مددش را با احتیاجمندان همیشه دراز می نماید. دور مولانای بلخی در این بابت گفته است طواف کعبه دل کن اگر دل داری، دل از کعبه معنی تو گل چی پنداری. 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دل بیازاری. امارت دل بیچاره 200 پاره زی حج و عمره به آید به حضرت باری. هزاران حدیث ها و گفته های بزرگان گذشته ما دایر به این موضوع. خانه خدا حج رویم،
طاعت عبادت کنیم، پدر و مادر خود را نگیریم، خدمت نکنیم، برادر و خواهر خود را پرستش نکنیم، به همسایگان خود درست سلام و علیک نکنیم، زبان پاکیزه نداشته باشیم، بعضا به عملهای دیگر زشت دست زنیم. این همه چی است؟ هیچ معنی ندارد. حاضرین گرامی، در جامعه معاصر تروریسم و افراطگرایی در منطقه و کشورهای گوناگون عالم تا رفت دامن گسترده باعث هر روز به هلاکت رسیدن صدها نفر اهالی آسایشته و سرسان آواره شدن هزارها آدم بیگناه گردیده. ظهورات مذکور بر اثر سیاسی نمودن اسلام حالا به تهدیدی بزرگ جهانی تبدیل یافته است. ما و شما توسط رسانه‌های خبری قریب هر روز ببینیم که چگونه هزارها نفر مردم مسلمان بنابر ناامنی دیارشان خانه و وطن خود را ترک کرده در آرزوی یک گوشه آرام جان خود را در راه‌ها سرحدی دولت‌های دیگر و بحرها از دست می‌دهند. دیدن چنین منظرهای مدهش خصوصاً برای ما بسیار دردآور است، چون که زمان کشور ما را نیز چنین نقطه جنگ زده به معرض تماشای اهل جهان می‌گذاشتند. شکر که به شرافت عقل و خیرت و عزم و اراده خلق فرهنگ پرورمان ما توانستیم از این ورطه هلاکتبار خلاص شویم. ولی در شرایط نهایت ناآرام دنیا به خاطر باز هم هوشیار و زیرک بودنمان به یاد آوردن این لحظه ها حکمت خود را دارد. ما را هم دایره های معینی منفعت دار در وقتش با سوء استفاده دین و اعتقاد و با مقصد بنیاد دولت اسلامی گرفتار جنگ تعمیلی شهروندی کرده بود. مردم ما آن روزهای دهشتبار را هرگز فراموش نکردند و فکر میکنم که هیچگاه فراموش نمیکنند. بدخواهان ملت ما هنوز هم با دست گماشتگان و زرخریدانشان، یعنی خائنان ملت که در خارج قرار دارند، بر ضد دولتمان فعالیت کرده ایستاده‌اند. زرخریدان خائنان ملت که ایمان و مذهب خود را فروختند و توسط رسانه‌های خبری تشکیل کرده خواجگان خارجی سالهای 92 بر ضد مردم و تاریخ و فرهنگ خلق باستانی خود تهمت می‌بافند. بیخبرند که تیشه بر ریشه خویش می‌زنند. مردم تاجیک این را باید دانند. محض برای همین من دائم تاکید میکنم که ما باید هیچگاه زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و همیشه هوشیار باشیم. به نام دین مبین اسلام انجام دادن عملهای تروریستی و افراطگرایی امروز به یک ظهورات بسیار ننگین و تشویش آور مبدل گردیده است. گذشته از این بعضی کشورها تروریسم را در سطح دولتی پشتیبانی و عملی کرده ایستادند. امروز دایر به وضع واقعی در سمت‌های ذکر شده وزیران کارهای داخلی، تندرستی و حفظ اجتماعی، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و پروکورور ژنرالی گزارش مفصل اخبارات برای شما می‌دهند. بعدی سخنرانی من نظر قاطعانه ما این است که اسلام نباید با غرضهای سیاسی آمیخته کرده شود. اسلام دین ما، اعتقاد ما و منبع پاکیزگی حیات ما می باشد. اسلام باید برای تشکل روح انسان و پاکیزگی روزگار او خدمت نماید. چند روز پیش در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی سطح بلند در موضوع مقاومت با تروریسم و افراطگرایی خشونت آمیز که در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه برگزار گردید، موقع تاجیکستان را در مسئله همکاری با کشورهای عالم و سازمانهای با نفوذ جهانی در سمت مقاومت با تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم و افراطگرایی روشن و واضح بیان نمودند. یکی از عامل‌های طرف گسترش پیدا کردن ظهورات تروریسم و افراطگرایی وسیع استفاده گردیدن تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی میباشد.
امروزها شبکه اینترنت متاسفانه از جانب گروه‌های تروریستی و افراطگرا با مقصد تبلیغ غایه‌های اکستریمیستی به صف خود جلب نمودن اعضای نو آماده و رهبری کردن آنها به اعمال خرابکارانه به طور گسترده استفاده می‌شود. آنهایی که اسلام را به وسیله مبارزه برای قدرت تبدیل می‌دهند و دعوای حکومتی به نام اسلامی دارند، بیخبرند که در این راه ایمان، اعتقاد و وجدانشان را با غرضهای ناپاک آمیخته می‌گردانند و منبع تربیت انسان کامل را از دست می‌دهند. حالانکه ده‌ها آیت و حدیث‌های هستند که حقانیت و برتری عدل را از عبادت تاکید داشته، عادل بودن را صفت اصلی مسلمانان می‌دانند. هرچند که در ده‌ها آیت‌های کلام ربانی و حدیث‌ها سعادت، خوشبختی و عدل و آرامی حیات انسانی تاکید شده است، بعضی گروه‌ها از مسلمانان عالم به جای حل مسئله و مشکلات زندگیشان و کوشش به سوی پیشرفت و ترقیات با دستان خویش حیاتشان را وسیع‌تر می‌کنند و کشورهایشان را به میدان جنگ و ناآرامی‌ها و اختلاف‌های مذهبی تبدیل داده خود را بازیچه دست دشمنان خارجی می‌گردانند و به افزایش روحیه اسلام ستیزی و بدبینی مسلمانان مساعدت می‌کنند. وضعیت سوریه، جنگ در سوریه، عراق، یمن، لیبیا، لبنان، همه این جنگ‌های مذهبی است. یگان جای مخفیش نیست. یگان جای مذهبی. و حزب تروریستی نستم پایانتر ایستاده می‌گذارند. یکی هدف‌هاش همین بود. پره مذهب شیعه را قبول کردگی است. 2 ماه پیشتر به نام گنرال قیام‌الدین، ملا قیام‌الدین غازی ملیک که یکی از سببگاری بدبختی‌های جنگ شهروندی سالهای 90 بود، دستگیر کرده شدند. جیب‌ها پر دلاری کشوری در ناخنک دوستی ما، باز برای همان عمل‌های ناپاک و غرضناک خود. پره خودش حال من اقرار است که پره مذهب شیعه را همین قدر سال قبول کرده است. پره به سپارش ساختار جاسوسانه این کشور ضد ملت تاجیک کار برده ایستادند. وضعیت علل خصوص در کشور همسایه ما افغانستان روز به روز مرکب و نگران کننده شده ایستاده است. برای چنین وضع نهایت سنگین مردم افغانستان گناه ندارند، زیرا قریب 40 سال است که بر اثر رقابت و مداخله قدرت‌های جهانی سرزمین آنها به میدان جنگ خرابی‌آور تبدیل یافته است. طوری که می‌بینیم نیروهای مشترک چندین کشورهای پیشرفته عالم وضعیت را به اعتدال آورده نمی‌توانند. زیاده از 15 سال شد. صدها میلیارد دلار خراجات کردند. وضعیت را به دست آورده نمی‌توانند. یعنی ما این را برای آن هشدار داده ایستادیم که ما اصلا در منطقه 60% سرحد سابق اتحاد شوروی با افغانستان این بر دوش تاجیکستان است. یعنی 1400 کیلومتر سرحد داریم. ما چنین میشماریم که مردم افغانستان تقدیرش را خودش باید حل نماید و در این امر باید جامعه جهانی به خلق این کشور همه جانبه کمک رساند. با در نظر داشت آن که تأمین امنیت منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با وضع افغانستان رابطه بی‌واسطه دارد، ما به این مسئله بی‌طرف بوده نمی‌توانیم و تلاش می‌کنیم که با همسایه‌های خود مردم دوست و برادر افغانستان در همه حالت دست مدد دراز نماییم. طوری که چندی بار تاکید کرده بودم، بعضی جوانان گمراه شده ما نیز به صف جنگیان گروه و حرکت‌های تروریستی و افراطگرا پیوسته در محاربه‌های خونین دولت‌های خارجی شرکت دارند. حالت‌های نیز جای داشتند که بعضی شهروندان ما تمام عائله‌شان را به آن جای‌ها انتقال داده بودند. از شهر اصفهان از یک عائله و اولاد 18 نفر
18 نفر تا کودک نوزاد. قسمی زیادی آنهایی که در حدود دولت‌های جنگ زده قرار داشتند در نتیجه گذرانیدن عملیات‌های ضد تروریستی کشته شده، فرزندان نابالغ آنها بی‌سرابان مانده‌اند. طبق معلومات آماری تا امروز از حساب شهروندان تاجیکستان که در زردوخوردهای مسلحانه دولت‌های خارجی اشتراک کردند 675 نفر دستگیر گردیده به جوابگری جنایتی کشیده شد. شماره کشته شدگان طبق معلومات بیش از 500 نفر را تشکیل می‌نماید. بعدی در حدود دولت‌های عراق و سوریه سرکوب شدن سازمان تروریستی به نام دولت اسلامی، قسمی از شهروندان تاجیکستان که به آن شامل بودند برای ادامه دادن اعمال جنایتکارانه خود مثل سالهای 90 گذشته با سرکردگی سابق حزب تروریستی و اکستریمیستی نصرت در قلمرو افغانستان جمع آمده ایستاده‌اند. طبق معلومات در بین جنگیان سازمان ذکر شده شهروندان جمهوری‌های سابق شوروی نیز هستند. باید گفت که اکثر شهروندان تاجیکستان هنگام قرار داشتن در مهاجرت مهنتی، یک قسم آنها در جریان ادا نمودن مراسم حج، اینچنین در مدت تحصیلات غیر قانونی دینی در خارج کشور با گروه‌های افراطگرا جو و شامل شدند. معلوم است که نقش روحانیان علخصوص امام خطیبان در تربیت و راهنمایی مردم خصوصا نورسان و جوانان برای انجام دادن عملهای خیر، بیدار نمودن حس خودشناسی و مهنت دوستی، حرمت و احترام کلانسالان و شناخت اسلامی واقعی کلان است. ولی متاسفانه در بین آنها نفران پیدا شدند که وظیفه مقدس خود را اجرا نکرده، برعکس همچون عضو رویه و نیاتهای تروریستی و ترغیب و تشویق عقیده‌های افراطگرایی مشهور شدند. در دوام 3-4 سال اخیر 23 نفر خطیبان و نایبان خطیبان که اعضای نیاتهای تروریستی و افراطگرایی بودند دستگیر گردیدند. از ولایت سوخت 21 نفر، خطلان 1 نفر و شهر دوشنبه 1 نفر. اکثریتشان تحصیل را در خارج کشور به انجام رسانیدند. من این رقم برای آن گفته ایستادم که پدر و مادران و آنهایی که فرزندانشان، خویش و اقربایشان با راه غیر قانونی در خارج کشور تحصیلات دینی میگیرند به وطن برگردانند. تا امروز زیاده از 3400 نفر شهروندان تاجیکستان که با تحصیل غیر قانونی دینی در خارج کشور مشغول بودند به وطن برگردانیده شدند. ولی هنوز بیش از 300 نفر دیگر در مؤسسه‌های تحصیلاتی به نام دینی کشورهای خارجی قرار دارند که باید به تاجیکستان برگردانیده شد. در این کار بسیار مهم پدر و مادران و خویش و تبار چنین جوانان نیز باید فعالانه اشتراک کردن نگذارند که فرزندان آنها با قوه‌های خرابکار رادیکالی و تروریستان و افراطگرایان پیوسته پدر و مادر و خویش و تبار خود را شرمسار و دولت و ملت را بدنام سازند. ما خودمان دانشکده اسلامی داریم که میتواند متخصصان سطحی بلند آماده نماید. غیر از این از جانب حکومت و کشورهای خارجی رسما هر سال 20 تا 50 نفر ما خودمان میفرستیم. از جانب پدر و مادران ایجاد نبودن مانع برای مکتب رفتن فرزندان یکی از سبب‌های اساسی جای داشتن پدیده مذکور میباشد. برای صادر نبودن چنین کردار در سال 2017 و 3 ماه سال روان نسبت به والدین 175 پرونده جنایتی آغاز گردیده. آنها به جوابگری جنایتی کشیده شدند که چنین حالت باعث نگرانی جدی است. به نزدیکی 5 نفر 3 نفر فرزندان خود را در کنج خانه داشته است به مکتب رفتن نمیگذارند. این چگونه پدر و مادر؟ در این حالت ما کنونسیای حقوق کودک را امضا کرده است. این را باید رعایت کرد.
با وجود پرزور نمودن نظارت از بالای اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان رعایت مقررات آنها بهبودی را طلب می‌نماید. مثلا در سال 2017 و 3 ماه سال جاری برای قانونشکنان در سمت تعلیم و تربیت فرزند زیاده از 23,000 نفر پدر و مادران به جوابگری مأموری کشیده شدند. 23,000 طلبه را برای مکتب فرزندش را خواندن نمیگذارند. اکثریت 90%، 70-80% آنهایی که به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی شامل شدند شهروندان ما در یگان جا تحصیل نکردند. یک سببش همین است. در این دوره تنها از مرکزهای دلخوشی قریب 3,000 نفر نابالغان از طرف مقامات داخلدار بازداشت شدند که از بی‌مسئولیتی بعضی پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان شهادت می‌دهند. دوستان عزیز، ما قانون قبول کردیم، مثلا در پایتخت مملکت. شما بعد ساعت 10 وای کنیتان کجا؟ چقدر کودکای بی صاحب است؟ نه پدر نه مادر. من بسیار در کشورهای پیشرفته جهان، اروپا و امریکا بودم. دوستان عزیز، حتی در روز کودکان را، نورسان را در قد کوچه نمیبینید. من 3 دولت گشتم، یک کودک را ندیدم در یک سفر. همه در تحصیل بند. در شهر کلانترین امریکا حتی پرسیدم سفیر، نماینده، آیا در این شهر آدمان زندگی نمی کنند؟ محلی اهالی نشین رفتیم، کودک نیست. پرسیدم کودک ها نورسان در کجا؟ در تحصیل. اتوبوس های مخصوص از خانه در جای مقرری به جای تحصیل، از تحصیل به خانه. اما چیکار میکنیم؟ تولد میکنیم، در قد کوچه سر میدیم. حالا شهروندان مملکتمان و شرافت استقلالیت و با استفاده از محیط صلح و ثبات کامل همه فریضه های دینی خود را آزادانه انجام میدهند و خوب میدانند که ارزش‌های انسان پرورانه و صلحانه اسلامی جزئی جدای ناپذیر فرهنگ ملی ما تاجیکان میباشد. بنابراین و زندان با ننگ ناموس ملت و کل شهروندان کشور وظیفه دارند که با شکرگزاری از دولت صاحب استقلال و وطن صاحب اختیارمان به خاطر حمایت استقلالیت و آزادی، تحکیم ثبات سیاسی، وحدت ملی و حفظ منفعت‌های ملت و دولتمان سعی و تلاش نمایند. هر یکی ما باید شکرانه کنیم که صاحب وطن و صاحب دولت هستیم. ما باید وطنمان را برابر مادر خود و مثل جانمان دوست داریم و آن را حمایت کنیم. امروز در دنیا ملت‌هایی هستند زیاده از 40 میلیون زیاد، لیکن دولت ندارند. کردها میلیون‌ها قربان شده ایستادند، قریب 60 سال زیاده دولت ندارند. این مردم شکرانه آن را کنند که ما دولت آزاد و صاحب استقلال داریم. ما وطن داریم. ما برابر کشورهای ابرقدرت جهانی در سازمانهای با نفوذ بلندترین دنیا یک آواز داریم. ما شکرانه آن را کنیم که امروز تاجیکان را در عرصه بین المللی نه که میشناسند، بلکه پیشنهادهای آن را، تشبسهای دولت تاجیکان را احترام، اعتراف قبول کردند که مراتبه 4 است. تشبس جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی آب برای رشد استوار عملی می‌گردد.
ما شکرانه آن را کنیم که ما وطنی آزاد داریم. در زمان اتحاد شوروی در تاجیکستان همگی 19 مسجد وجود داشت. حالا قریب 5000. هر سال این رسما هر سال زیاده از 7000 خانه خدا را زیارت میکنند. این رسمی، حج فرضی. هر کجایی که خواهیم امروز و کدام دولت دنیایی که میخواهیم امکانیت داریم سفر میکنیم. یا فرزندانم زیاده از 50,000 نفر نورسان و جوانان صاحب استعداد دولت تاجیکان امروز در دانشگاه و دانشکده های معتبر دنیا، زیاده از 40 دولت دنیا تحصیل علم، تحصیل کسب و هنر دارند. این شکرانه تینجی آرامی آزادی نمی کنیم. 1000 مراتب شکر گفتن امان یک بیاد بیاریم. روزهای سخت سنگین سالهای 90. کدام ممان خانه خیش و اقربای خودمان از یک ناحیه به ناحیه دیگر می رفتیم. کدام ممان در جنازه یک خیش و اقربای در دیگر ناحیه دوردست بوده رفته اشتراک کرده می توانستیم. کدام مسجد و مدرسه کار و فعالیت میکرد. اولا که شکرانه کنیم که ما دولت داریم. ما دولت تاجیکستان عزیز محبوب داریم، وطن داریم، استقلالیت داریم، آزاد هستیم. تقدیر خودمان را در دست خودمان است. ما یراق هسته‌ای دیگر قدرت‌های وی نداریم. یراق هسته‌ای ما، قدرت و توانایی ما در وحدت ملی است و سرجمی ملت تاجیک. ما امروز بی مشکلی نیستیم. ما امروز بی پرابلم نیستیم. لیکن همه این مشکلی ها را خود ما دست جمعانه زحمت کشیده پسی سر کردن امان در کار است. کسی از بیرون آمده برای ما شما دولت بنیاد نمی کند. وطنی ما شما را آباد نمی سازد. خودمان میکنیم. با آویله کفی دست خودمان میکنیم. با آویله کفی دست فرزندان به آر و ناموس ملت تاجیک میسازیم. امسال ماه نوامبر ما اولین اگریگات یا چرخ نیروگاه برقی آبی راغون را به استفاده میدیم که هیچ کس باوری نداشت. هیچ کس به این باوری نداشت که تاجیکان نمیتوانند. در دنیا کار نمیشدگی نیست، فقط ذوق داشتن امان در کار. صدقا دولت و وطن خود را، فرهنگ و تمدن قدیمه ملت تاجیک را دوست داشتن امان در کار، در زبان نه، با قلب، با کار و رفتار و کردار و عمل خودمان اثبات کردن امان در کار که ما در اصل صاحب وطن هستیم، صاحب تمدن هستیم، تمدن ساز هستیم. ما وظیفه داریم که مشکلات کشورمان را خودمان با زحمت دست جمعانه برطرف سازیم. وطنمان را آباد و دولتمان را پیشرفته و نیرومند گردانیم. ما باید تمام کوشش و امکانات‌هایمان را با آن روانه سازیم که فرزندانمان در رویه وطن دوستی و خودشناسی، آموختن علم و دانش‌های معاصر و کسب و هنرهای زمانوی به کمال رسند. یعنی با سطح معیارهای بین المللی رسانیدن ساحه‌های علم و معارف، تربیت کردن نسل آینده ساز با کادرهای زمانه نو وظیفه ایمانی و وجدانی هر یک امامی باشد. فراموش نباید کرد که تنها ملت
با سواد و صاحب معرفت و کادرهای دانشمند و بلند اختصاص می توانند در آینده دولت صاحب استقلال تاجیکان را به جامعه بشری به طور شایسته معرفی کنند و آبروی مرتبه تاجیکستان ما در بین کشورهای پیشرفته عالم باز هم بلند گردد. تاکید می سازم که ملت هر قدر باسواد باشد، دولت نیز به همان اندازه ترقی می کند. در این کار خیر که آینده آسوده و آباد وطن محبوبمان از آن وابسته است، هر یک فردی به آر و ناموس ملت، زیایان، پدر و مادران، اهل معارف، فعالان شهر و نایا و شهرک و دیهات، خلاصه کل جامعه باید سهمگزار باشد. خصوصا شورای علما، مرکز اسلام شناسی، کمیته عاید به کارهای دین و تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و همه خادمان دین در ماه شریف رمضان و ماه و روزهای دیگر نیز به مردم تلقین نمایند که در برابر پاس داشتن ارزش‌های دینی، آزادی و صلح و آرامی نعمتی بی‌بهای زندگی است. محبت به وطن شرط ایمانداری است و به جا آوردن شکرانه صاحب دولتی نیز از جمله واجبات می باشد. همچنین به صاحبکاران و تاجران تکرارا خاطر نشان می سازم که در ماه رمضان نرخ و نوای محصولات را بی اساس بلند برداشته هموطنان خود را به اذیت گرفتار نکنند. در اکثر کشورهای اسلامی و مسلمانشین تاجران نرخ را برعکس در این ماه ارزان می کنند تا که با همین راه نیز صاحب ثواب زیاد شوند. طوری مشاهده می کنیم در عرفه عید و ایام، علاوه خصوص عیدهای رمضان و قربان، بعضی هموطنان ما برای آراستن دسترخوان نمایشکارانه عیدانه از بازار و مغازه ها محصولات را چنان زیاد میخرند که گویا فردا دنیا با آخر میرسیده باشد. این طور نیست. فکری فرزنده را کردن نمانده کار باشد. به نهایت خاکساران باشد. ما نمیگوییم نکن. اسراف کاری کردن در کار نیست. زندگی دوام دارد. حیات ادامه می‌یابد. فکری فرزنده را پگاه کردن در کار. تکرارا تاکید می‌سازم که چنین رفتار غیر از ظاهر پرستی، زیاده روی و اسراف چیزی دیگری نیست. چنین شخصان باید دانند که به اندازه ضرورت مهیا کردن مواد غذایی، خودداری کردن از اسرافکاری و آراستن دسترخوان کمخرج معنوی برای اهل خانواده و خویش و تبار و همسایه و دوستان ثواب و منفعت زیاد دارد. میخواهم با استفاده از فرصت مناسب به هموطنان عزیزمان باز یک مسئله مهم را بار دیگر خاطر رسان نمایم. کمبارش آمدن تیرما و زمستان گذشته و باد هوای گرمی بهار امساله، یعنی خشکسالی و حاصل زراعت‌های کشاورزی و ساحه چارواداری، خصوصا در ولایت ختلان، یعنی ولایت کلانترین استحصال کننده مواد غذایی و ناحیه و منطقه‌های دیگر بی تاثیر نمیماند. طبق تحلیل‌ها حجم ذخیره‌های آب دریاهای کشور نسبت به معیارهای هر ساله 4-5 برابر کم میباشد. چنین وضع ما را وادار میسازد که به استفاده ثمرناک آب و زمین برای برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی، مخصوصا در زمین‌های آبی و آمادگی همه‌جانبه و تیرما و زمستان سال‌های 2018-2019 اعتبار اولین درجه دید. در چنین شرایط بحرانی عالم مردم شریف ما باید احکام شریعت را دایر به ضرر اسرافکاری فراموش نکنند. باز هم صرفه سرشتکار باشند. هنگام دایر نمودن توی و معرکه و دیگر مراسم و آیین‌ها از جمله در ماه شریف رمضان
به تقلید و نمایشکاری و ظاهرپرستی و زیاده‌روی راه نداده، مقررات قانون ملی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را قطعاً رعایت نماید. هموطنان عزیز ما همیشه در خاطر باید داشته باشند که رعایت مقررات قانون مذکور تنها به منفعت هر یک عائله، زندگی باز هم آسوده هر خانواده، یعنی بهبودی سطح و صفت زندگی و شرایط بهتر برای تعلیم و تربیت فرزندان می باشد. هدف قبول تغییر ایلاوه ها به قانون ذکر شده نیز قریب 1 سال پیش صورت گرفت. محض از همین عبارت می باشد. مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر آگاه می کنم که طبق تحلیل ها تیرما و زمستانی در پیش ایستاده خیلی بر وقت، طولانی و سرد می آید. اینا آدمانی کلانسال می داند. تیرما زمستان امساله خیلی خشک، قریب که نمی نبود، گرم آمد. یعنی انتظار ما انا همین چیز را از سالا دیدن ما در کار. از این لحاظ هر یک عائله، همه ساختار و مقامات و تشکیلات و مؤسسه و در نوبت اول مؤسسه اجتماعی باید از سالا به زمستان آمادگی بینند. علاوه بر این ضرور است که هر عائله ذخیره 2 ساله محصولات آذوقه و مواد سوخت را داشته باشد. اطمینان کامل دارم که هر فردی با آهنگ ناموس ملت منبت نیست به خاطر آبادی و پیشرفتی وطن عزیزمان، حیات آسایشته مردم، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و استقبال ارزنده جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان سعی و تلاش خواهد کرد. در آخر دستگاه اجرایی پرزیدنت را وظیفه‌دار می‌سازم که اجرای دستور و سپارش‌های داده شده و رعایت حتمی انتظام دولتی را تحت نظارت قطعی قرار دهد. فارارسی ماه شریف رمضان را به کل مردم کشور، هموطنان برونمرزی و همه شما حاضرین ارجمند تبریک گفته از درگاه خداوند متعال به هر خانواده سعادت و خوشروزی، رزق و روزی فراوان، روزگاری آسوده، به تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی و آبادی و پیشرفتی روزافزون آرزومندم. سلامت و سربلند باشید. سلامت باشید.